بی خودی پا شدیم اومدیم اینجا. من الان هیچیم نیست. بگه چیزی نیست، خیالمون راحت میشه. ارزش این همه سختی کشیدن داره؟ هی میگی دکترم ولی خودت از دکتر فرار میکنی. بیا. حسنی چی کار کردی؟ اوضاع چطوره؟ قدیر تو راهه، نگران نباش خان. آها خوبه. ببین درد سر نمیخوام. شنیدی؟ کلک هم نمیخوام. نگران نباش، این کار تموم بشه همه جوره شما برندی. کاری که گفتم بکن. اگه پاتو کج بذاری خودم قلماشو میشکنم. باشه خان. خاما بفرما خان. بریم. بدو برین سر جاتون. جیلان تو نمیای باشه؟ تا مامانمو نبینم هیچ جا نمیرم. بابا حرف گوش کن دختر، تو همینجا میمونی. همین. تا مامانمو نبینم نمیرم. تو یه دقیقه اینجا بمون، میام درو قفل میکنم. یعنی چی قفل میکنم؟ بیا اینجا. قدیر تا من میام از جاش تکون نمیخوره، فهمیدی؟ قدیر قدیر بلا به دور. خیلی ممنون. آزمایش خون تموم شد؟ آره تموم شد. لیلا جون بیا بریم تو اتاق من یه چایی بخوریم. تو این فاصله هم بچه‌ها آزمایش انجام میدن. نه من باید برم خانه بهداشت. زهرا جون تو نگاه کن بهم تلفنی بگو باشه؟ بابا 2 کلمه حرف میزنیم چی میشد؟ تو برو، من 1-2 تا تلفن باید بزنم بعد میام پیشت. باشه. آها با لشکرت اومدی. خفه شو عوضی، وگرنه خودم خفت میکنم بی شرف. پول آوردی؟ جمعش میکنی. بگو زنه رو بیارن حسن. داری شانستو از دست میدی جوون. منو نگاه عوضی، به هر حال که میکشمه، علاف نکن منو. بگو زنه رو بیارن. بجم. نه بابا. حسن زنه کجاست؟ به آدمات بگو گلبه‌ها رو بیارن. باشه فهمیدم شوخی نداری. باشه خوبه. باشه همه چیزو برات تعریف میکنم. باشه خیلی خوب.
خفه شو. 1 2. من تنها نیستم. من نوکر یه نفر دیگه. دشمن تو کسی دیگه ایه. اگه منو بکشی چطور میفهمی دشمنت کیه؟ حتما غذاهای اینجا بد نساخته لیلا جون. به ادویه ها عادت نداشتی. در واقع چند وقت پیش یه تصادفی کردم. وای بلا به دور باشه. تصادف با ماشین. یه چند روزی استرس داشتم. به نظرم همه اینا به خاطر اعصابه. راستش بیخودی اومدم اینجا. خب جوابتم اومد. بفرمایید خانم دکتر. هیچی نیست مگه نه؟ لیلا جون چی شده؟ من نگاه نمی کنم. اگه چیز بدیه تو بهم بگو. لیلا تو من چی؟ خیلی بده؟ تو حامله لیلا. روده درازی نکن. من که تو رو میکشم. علافم نکن. زنه کجاست؟ بگو کجاست؟ اینجا نیست. پیش آدمامه. اگه تا 48 ساعت دیگه برنگردم میکشنش. ای شغال. جلیل اینو ببریم به حرف بکشونینش وگرنه میکشمش. فاتح، بوراک اینجا رو بگردیم. تمام خان. حسن داره با قدیر میره. خب مبارک باشه. ببین تعقیبشون کن. دقیقاً ببین کجا میبرنش. حسنی تو دیگه چه شغالی بودی. تو اگه شغال باشی من گرگم. حالا میبینی ناصر خان کیه. به کی داری کلک میزنی. خلیل من نمیدونم باید چی بگم. نگو لیلا.
هیچی نکن. مامانم کجاست؟ اینجا نیست، اما بالاخره حرف میزنه، میگه. تو نگران نباش. هنوز اصلا عصبانی هستی؟ معلومه که هستم جیلان. دیگه چیزی رو از من قایم نکن، تو رو خدا نکن. باشه، همه چی رو برات تعریف میکنم. مامان تو برات میارم جیلان. باشه؟ مامان تو میارم، بعدن حرف میزنیم. زن داداش، اینا رو بفرستین خونه. بیا اینجا، دخترها پشتمونن نبینن ما رو. کجا دخترها؟ دیار. سلام دخترها، چطوری؟ ما خوبیم، تو چطوری؟ خرید عروسی میکنی؟ عروسی نه دخترها، عقده. هنوز سال عمر تموم نشده که بخوایم سروسات عروسی بپا کنیم. الان عقد، انشالله سال بعد عروسی. راست میگید. عقد که یا اون وقت؟ فردا. اینقدر زود؟ چی بگم والا، خوشبخت بشید دیار جون. خب دیگه دخترها، ما خیلی کار داریم. این که مثل جنازه میمونه. معلومه بخاطر اینکه فرار کرده اینقدر اذیتش کردن. دختر یا برو بابا. میشه برگردیم خونه لطفا؟ کارمونو که انجام دادیم برمیگردیم. دیار این فکرها رو باید وقتی میکردی که دنبال اون لات افتاده بودی. حرف مادرتو گوش نکردی. مادر، میگم بیا بریم خونه ما ها. یکم جلوی چشم قریشا باش. یعنی چه میدونم، یکم تعریف کن. بگو اومدیم سر قبر محمود و دعا خوندیم، عذاب کشیدیم. نمیدونم، از این چیزا بگو عذابش بده. نه، من نمیام خونه شما. چرا؟ میرم خونه پهلوانیا. میخوام با فیدان حرف بزنم. مادر من، تو خونه پهلوانیا چی کار داری آخه؟ قدیر بشنوه خیلی عصبانی میشه. تو میری پیش ناصر نمیترسی؟ اون وقت من میرم پیش فیدان بترسم؟ دهن منو وا نکن. حالا که جرأت کردم گفتم یه فرصتی هست، بذار ازش استفاده کنم. آخه الان دیگه باید یه حامی پیدا کنیم دخترم. یه جای دیگه واسه رفتن داشته باشیم. میخوام به فیدان بگم الکی 20 سال با ما دشمنی کردی. عمر! عباسی بیا اینجا! عمر! خدا! جیلان، تو برو تو اتاقت. صلاح الدین، بگو دسته چکو پیدا کردی. قدیر خان نیست، ولی مشکل نداره، به بانک اطلاع دادم. آخه چطور مشکلی نیست صلاح الدین؟ تو این هتل از دفتر من از تو کشم دسته چک میدزدن؟ از کی تا حالا تو این هتل این اتفاقا میفته؟ قدیر خان، آقا دومادتون از اتاق بیرون نمیاد، شاید اون بدونه.
مژگان، امین علی کجاست؟ تو رستوران قربان، بهشون اطلاع بدم. وایسا تو صبر کن. ما اینجا تنبلی نداریم بچه‌ها. اینجا هتله. یه چای خواستیم از مزرعه‌اش آوردین. یه قهوه خواستیم از کارخونه‌اش اومد. چه وضعشه؟ به خدا به قرآن همتون رو بیرون میکنم ها. یکم نظم، یکم پشت کار. خودتون رو جمع کنید بابا. چیه؟ داداش ببخشید خان، دستتون رو ببوسم. جوونا شما بریم بیرون. خان، من گفتم الکی تو هتل نچرخم، یه کاری بکنم، یه کاری انجام بدم. میدونی اینا هم نظم حالیشون نیست، هیچ کاری نمیکنن، ول کردن خودشونو. آخه شغال، میخوای پشیمونم کنی چرا نکشتمت؟ ها؟ منو ببین امین علی، اعصابمو خورد نکن. به خدا بعد از عقدی گوله خالی میکنم تو مخت، پرتت میکنم تو آشغالی. فهمیدی چی میگم؟ داداش چرا اینجوری با من صحبت میکنی؟ من قصد بدی نداشتم که. به خدا گفتم هتل خانوادگی، حواسم بهش باشه، یه نظم و ترتیبی بهش بدم، یه کاری، یه کمکی انجام بدم. بس خفه شو. بی ناموسی و بی شرفیت بس نبود؟ دست کجم هستی؟ منو ببین، به بانک خبر دادم، مبادا بخوای چک و خرج کنی برام درد سر درست کنی. داداش چه چکی؟ چی میگی؟ کدوم چک؟ این تهمته. باشه حرف نزن، میبرنت خونه، کافیه دیگه اینجا مردم رو اذیت نکنی. باشه داداش، هرچی تو صلاح میدونی، اما ببین من دارم حقیقت رو میگم. من هیچ وقت از این کارو نمی کنم. بازم داره حرف میزنه. را بیافت. حدس میزدم اینجا باشی. لیلا برو از اینجا دور شو. باید حرف بزنی. حرفی واسه گفتن نداریم. پس فقط گوش کن. چی رو گوش کنم لیلا؟ چی رو گوش کنم؟ یه بار گوش کردم چی شد؟ یادت میاد اون روز اومدیم اینجا؟ به هم گفتی تمام شد، اون مسئله تمام شد. من حرفتو باور کردم. من بهت دروغ نگفتم، من تو رو فریب ندادم. من ترسیدم شما دشمن هم بودین، ترسیدم اتفاقات بدتری بیفته. تو رو خدا ناحقی نکن. مگه من میخواستم این بلا سرم بیاد؟ خواستی که شده. من اشتباه کردم، به یه آدم اشتباه اعتماد کردم، حرفشو باور کردم. تو زندگیت اشتباه نکردی؟ کردم. اشتباه من باور کردن تو بود. بازم اینجا بودیم، بهت گفتم پیشونی نوشت تو منم، اما چشمم کور بود.
من ازت مثل چشام مراقبت کردم، مثل چشام لیلا، اما ارزشی که من برات قائل بودم تو واسه خودت قائل نبودی. بودن من اینجا هیچ معنی نداره. چی رو عوض میکنه لیلا؟ چی رو عوض میکنه؟ با این کارات فقط صبرم و لبریز میکنی. نکن، چون وقتی صبرم لبریز بشه بهت رحم نمی کنم. بیشتر اذیتت میکنم، بیشتر میسوزونمت. برو پی کارت لیلا. خان، حسنو بردن، جاشونو پیدا کردم. چی دستور میدی؟ چشت بهش باشه. حسنی از اونجا سالم بیرون نمیاد. بیاد تو خلاصش میکنی. اونی که تو حبس بود و چیکار کردی؟ اون کار خیلی وقت پیش بختم خان. قدیر و خلیل اگه بپرسن کار کی بوده میگه دستور قریشا بوده که محمودو خفه کنم. خوبه. این چی آخه؟ زر زر زر. زیلان چی شده زیلانم؟ دلتنگم شدی. کاری که گفتم و کردی ناصر. اون بیشرفی که بابامو کشته پیدا کردی؟ اعتراف میکنه؟ ای بابا زیلان، تو هم همش به فکر سود و منفعت خودتی ها. به نظرم تو هم یکم به فکر منفعتت باش ناصر. کاری که گفتم و بکن وگرنه برات دردسر درست میشه. هر کاری که تو میگی ما باید انجام بدیم. کاری که من میگم چی میشم با؟ دختر فرار کرد و بند و بساط عروسی، اما شبای طولانی هم داره میگذره. دیگه نوبت وصال برسه دیگه، نه؟ ناصر خان، تو اول کاری که من گفتم و بکن، شبم رو روز کن. بعد اون وقت نوبت شب تو هم میرسه. آسیا به نوبت دیگره زیلان. بذار اول حساب اون شوهر تو برسم، اینا رو دونه دونه از دماغت در میارم. دیوونه شدم، والا بلا دیوونه شدم. بابا صبر و حوصله‌ام حدی داره. چی شده؟ درد سر ساختیم واسه خودمون. یه نفر رو داماد خودمون کردیم. در واقع مجبور شدیم. مردی که دوز از آب در اومد. از اتاقم دست چکم و دزدیده. جرأتشو میبینی؟ دردمون که یکی دوتا نیست. اوه. گلم ببخشید، با داد و بیداد اومدم تو، اما جز تو کسی رو ندارم که درد دل کنم. فقط با تو میتونم حرف بزنم. جیلان، ببین حسن رو گیر انداختیم. امروز فردا مامانتم پیدا میکنیم. بیا با هم از این غم و غصه ها دور شیم، یه خورده خوش بگذرونیم ها؟ نمیشه گلم؟
بگو زنه کجاست؟ خانت بیاد، فقط با اون صحبت میکنم. دیوونه یوسی، خانت بیاد؟ استخونه اینو بشکنین سر عقل بیاد. اومده دیدن خانم آقا. باشه من خبر میدم. باش. خوش اومدی. خیلی ممنون. من همینجا وای میستم. نه بفرمایی. مجبور هستون؟ آره اومده دیدن تو. باش عزیزم تو برو تو. چطوری خانم آقا؟ 30 سال پیش تو از در این خونه رفتی مجبوره. با دربون دشمنمون محمود فرار کردی. محمود به جرم قتل پسرم رفت حبس و نیومدی. سلیمان خان مرد نیومدی. الان میای؟ ها؟ از خجالتم نیومدم خانم آقا. گفتم از در رام نمیدی تو نیومدم. اما دیدی بالاخره بیگناهی محمود معلوم شد. اون مرحوم هیچ گناهی نداشته. گناهی نداشته که کشتنش. بریدن صداشو. تو کلفت قاتلای پسرم شدی؟ آره شدی. دخترتو عروسشون کردی؟ آره کردی. برو مجبوره برو. خانوم آقای تو قریشاست. اگه شوهرتو نمی کشتم می اومدی؟ ها؟ نبود مگه نه؟ پس منم حالا فکر میکنم الانم نیومدی. برو مجبوره. چیه بابا چیه؟ خان الان از زندون اومدم بیرون. چی شده بگو. آدم ها حسابی پرسجو کردن. میگن محمود و بزبنیا کشتن. میگن حتمیه. من ازت مثل چشام مراقبت کردم. مثل چشام لیلا. اما ارزشی که من برات قائل بودم تو واسه خودت قائل نبودی.
سلطان دخترم چی شده؟ ها؟ جد شده؟ چیزی نیست ننه. دختر نکنه ناصر دوباره کاری کرده؟ ها؟ بگو عزیزم، درد تو به من بگو، به من نگی. به کی میخوای بگی دخترم؟ والا تو یه چیزیت هست، بگو به من، بگو شاید من درمونش کنم. سلطان نکنه چون مجبور اومده تو چیزی شده؟ وای عزیز دلم، دردونه خاله، عزیزم گریه نکن. زیلانم کم بلا سرت نیاورد. خدا خودش میدونه وقتی قریشا زیلانو عروس گرفت حالمو نپرس که دیوونه شدم. اما از یه طرفم خوب شد. میدونی که من گفتم بهتر از این بود که سرت هوو بیاد. دل ناصر پیش اون بوده و هست. یه روزم تو روم نخندید. به خاطر من پسرم دوست نداره. حالا هم میخواد دجله رو بگیره. داشتید حرف میزدین شنیدم. نه عزیزم، همچین چیزی میشه؟ ها؟ من اجازه میدم داداشش میذاره اینطوری بشه؟ ها؟ نه عزیزم نه، به این چیزای بی خودی فکر نکن و خودت هم ناراحت نکن. عزیزم برو عزیزم برو. نباید میمردی عوضی، من باید میکشتمت. یک گلوله واسه داداشم، یک گلوله واسه لیلا، بعدشم یه دونه واسه اشکای خواهرم. خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون. ممنون آقا. چه خبر دختر؟ اوه خسته نباشید خانوما. همسر آینده من کجاست؟ رفتن بازار. وای خرید عروسی. آره خوبه. داماد گرسنه نشه، یه چیزی حاضر کنی. میزو بچینین. میزو بچین. بدو. بی‌ناز دخترم تو یه چیزایی بیار، من فعلا تو اتاق عروس کار دارم. خسته نباشی آبجی جون، دستت درد نکنه.
تو چرا واسه من فیلم بازی میکنی؟ حسابتو میرسم ها. خدایا اوف امین علی اوف. الو امین علی چیه؟ ها؟ من داماد این خونم. داماد میدونی کیه؟ میدونی داماد به کی میگن ها؟ باید بگی خان. میگی بفرما خان، بهترین غذاها رو براتون درست کردم. خان بفرمایید نوش جان کنید. باشه امین علی، تو فقط ساکت شو. باشه خان تویی، آقا تویی، برو بشین من غذاتو میارم. آفرین بدو ببینم. بدو. اومدیم حسن کیف. خیلی دوست داشتم بیا. تو حالا نیومدی عزیزم؟ بغل گوشمونه بابا. چطوری می اومدم؟ مامانم به زور میذاش بیام هتل. جیلان شما چند وقت اومدین ماردین؟ خیلی وقته، یعنی دقیق یادم نیست، اما مدرسه نمیرفتم. پس دبستانو اینجا خوندی آره؟ آره. جیلان بابات زنده است؟ نمیدونم، سال هست ازش خبری نیست. من کوچیک بودم که واسه کار رفت لیبی، دیگه هم بر نگشت. آها اون موقع، یعنی قبل از رفتن بابام به لیبی ما تو استانبول بودیم، میدونستی؟ خونمون رو به یه دریا بود. لابد اونم یادت نیست مگه نه؟ نه خیلی کوچیک بودم. تو تا حالا استانبول رفتی؟ آره خیلی. من یه بار رفتم، با مامانم رفتیم دیدن خالم، سوار کشتی شدیم، خیلی خوب بود. میخوای ببرمت استانبول؟ اگه بخوای با هم میریم ها؟ تو اینجوری خوشحال بشی من استانبولو میارم پیشت. لیلا کجایی؟ لیلا الان رسیدم. چی شده لیلا جونم؟ لیلا سلی عزیزم خیلی حالم بده. منو نترسون. نکنه خاله فضیلت چیزی شده؟ ها؟ من حاملم. حامله ای؟ یعنی چی لیلا؟ که تو و خلیل خان یعنی انقدر به هم دیگه نزدیک بودی؟ کاش اینطوری بود. عمر لیلا چطور این همه وقت نفهمیدی؟ نفهمیدم. ببین اگه از اون تستا استفاده کردی اطمینانی بهش نیست. پاشو بریم بیمارستان آزمایش خون بگیریم. پاشو. تو بیمارستان فهمیدم. صبح که حالم بد بود خب خلیل اصرار کرد بریم بیمارستان. وای خلیل هم اونجا بود؟ یعنی همه چی رو فهمید؟ ازم متنفر. تعجبی نداره که این مردایی که میگن واسط همه کار میکنن خیلی متعصبن. باید ازشون بترسی. نمیتونم توقع داشته باشم که قبول کنه.
من فقط خیلی ناراحتم سلین. عزیزم بیا